خب، بیاین یه نگاهی بندازیم به یه روش قدرتمند برای به دست گرفتن کنترل تو این دنیای شلوغ. شده حس کنی ذهنتون دیگه جا نداره و یا عالم فکر وسط کارای مهم یادتون میاد؟ مشکل اصلی همینه. تکرار بی‌دلیل فکرها فقط انرژیتون رو میگیره و استرستون رو بیشتر میکنه. مغز شما به هر کار ناتمومی گیر میده و همین یه جور سر و صدای ذهنی دائمی درست میکنه. بیشتر ما با این فشار زندگی میکنیم و اصلا حواسمون نیست چقدر رومون تأثیر منفی داره. خب سوال اصلی اینه: چطور میتونیم به این حالت آرامش و عملکرد بالا برسیم؟ راه حلش یه مفهوم جالب از هنرهای رزمیه. رسیدن به ذهنی مثل آب. یادتون باشه ذهن برای ایده پردازی نه نگهداری اطلاعات، شما به یه سیستم خارجی قابل اعتماد نیاز دارین. بیاین رو راست باشیم، مغزمون یه دفتر کار افتضاحه. همه چیز رو در بدترین زمان ممکن بهمون یادآوری میکنه. راه حل اینجاست. باید اقدام بعدی رو مشخص کنین. این قدرتمندترین عادت برای شفافیت ذهنیه.